قهرمان ملت شد. من فخر میکنم برای بچم، من برای فرزندم فخر میکنم که خدا را من بچه من گفتم که عزت الله جان انا الحمدلله که تو در داخل همین حربی هستی، من میخوام تو حربی شوی. انا نمیهربانی خدا بود دست اول قبول نکرد، بیام باره آتا گفت خیلی بعد من گفت شما را در زمین نمیمونم. خیلی با خواهش خودش و با خواهش همون سرداری که در اونجا سرداری منطقوی نظارت میکردم برای بچه من، حجت ها را ترتیب دادیم، همین جرایی کردیم، اونا را خواندنی به همین سنگین سوخوز آوردم، جایی که عنوانی ستاره میده ها برای همین عنوان گرفتنش ما آوردیم، ایره خواندیم. در آخر به سری بلند به دیپلم سرخ این مکتوب حربی را تمام کرد، خدا رحمتش کنه. باز در وقت امتحانات شد، در امتحانات سردارهای محترم گذشت، در همون اسناد در همون جا با سوالهای بجا آمد، دادنش جواب داد و سوال بچه ما خواندم. بچه من گفتم بچم تو حربی میشوی، تو دان که من آبرو دارم، تو با آبروی مرا بردار، من فخر کنم با حرکت تو. خیلی مهربانی خدا بود است. سردارای محترم این عنوان را دادنش در همون جایی که گفتن جنگ و دجال شد، همونجا بودن انا رویش کردن. 5 سال خدمت ادای خدمت مادر پدر اجرا کرد و امروز که شد 3 روز پیش آمدگی بود خانه، 3 روز پیش آمدگی بود. گفت که آتا جان من خبر گرفتم، گفتم خوش آمدی، خوش به حالت. من گفتم برای تو فخر میکنم، تو الحمدلله خدمت خوب انجام بده. گفت که آتا بچه کار آوردین ما سوگند یاد میکنن، من مهمان دارم. گفتم خیلی مهمان داشته بایی، توکلت به خدا. گشته و برگشته خب پرسید خیر نباشد، خیر. گفتم آتا جان تو چی با 3 بار بچه جانی من خیر نباشه میگویی؟ اوخی من انشاءالله 100 بارات را خیر نباشه میگم. انا خیر بعد جهوجم رفتیم، خدا نصیب و تقدیر این مردم بود است. این قهرمان ملت، قهرمان در آخر در نزد خلق و ملت، در نزد جمهوری سربلند و کامیاب و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.